قصه از یک پادشاه است. با دقت گوش بدهید. روز زنی پادشاه به یک کوچه گذر میکند و در آنجا میبیند یک دیوانه با چنگ و دک شیشته در زمین خانه کشیده ایستاده است. و زنی پادشاه در حال به نزد این دیوانه میآید و میگوید: ای مرد، چه کار کرده ایستاده ای؟ و این دیوانه میگوید: من خانه ساخته ایستادم. و زنی پادشاه میگوید: خانه‌ات را به من میفروشی؟ و این دیوانه میگوید: بله، من این خانه را میفروشم. و میگوید: با چقدر سوم؟ و این دیوانه یک مقدار سوم میگوید و زنی پادشاه در حال فرمان میدهند سوم را آورده به این دیوانه میتیند. و این دیوانه این سوم را گرفته میبرد و تمام کمبغلان خیر میکند. زنی پادشاه به خاطر خرسند شدن این دیوانه این کار کرد. و چند روز گذشت. پادشاه در خواب میبیند در بهشت یک قصر با حشمت آماده کرده ایستادند و میخواهد که به آن قصر داخل شود، اما اون را نمیگذارند. میگویند: این از آن همسرت هست. و صبح بر وقت میخیزد و به سوی همسرش میگوید: من این شب یک خواب دیدم که در بهشت برای تو یک قصر با حشمت آماده شده است. چی کار کردی تو؟ و زنی پادشاه همین قصه دیوانه را به این نقل میکند. و پادشاه دوام به نزد این دیوانه میآید و میگوید: چی کار کرده ایستاده ای؟ میگوید: من خانه ساخته ایستادم. پادشاه میگوید: خانه‌ات را به من میفروشی؟ و این دیوانه میگوید: بله، من میفروشم. و پادشاه میگوید: با چقدر سوم؟ و دیوانه چی میگوید؟ و دیوانه یک مقدار سوم میگوید که یافتنش خیلی دشوار هست. و پادشاه به سویش میگوید: چرا برای همسرم سومی کم طلب کردی و برای من سومی بسیار؟ و دیوانه گفت: همسرت نادیده کرد این کارا. تو که دیدی، به همین سبب برای تو من قیمت کردم. میخری یا نمیخری؟ زیرا همسر تو نمیدانست که برای این کارش الله در بهشت برای او قصر آماده میکند. آن تنها برای الله کرد این کارا. و تو که دیدی که در بهشت برای همسرت قصر آماده کردن و خواستی که با این کار الله به تو یک قصر دیگر آماده کند. معنای این قصه این است که هر کاری که میکنی تنها برای رضایت الله بکن، نه اینکه این کار را من بکنم و الله در عوضش به من این کار را ببیند. نه اینکه معامله با خدا، زیرا من این کار را میکنم و الله به من در بهشت با قصر بسازی.